خداوند الان هیچ پدر مادر شرمنده و اولاد نکنه. دیگه هم 2 تومن هم 2 تومنه میتونم به زخم زندگی بزنم. حتی 1 تومن هم باشه میرم. هر کی خوشگل‌تر و بهتر باشه خب اونو میبردن. وقتی دیگه چجوری میشه؟ به خدا هیچکی بدتر از من نیستش. به خدا مجبور شدم. الان اینجا کرایه 90 تومن کرایه داریم میدیم، 2 تا خواهر داریم کار میکنیم، یه مادر مریض داریم که خب احتیاج به بیمارستان داره، عمل داره، مجبوری هر جوری پول کرایه خونه، پول آب و برق و تلفن گازمون رو باید جور کنیم دیگه. نمیتونیم دیگه چی کار بکنیم، جز این راهی نداریم. موقعی شده بود مثلا بیشتر غذامون خب نون و پنیر بوده، سبزی بوده، عدسی بوده، ولی بیشتر غذای سبک میخوردیم تا چیزایی دیگه. خب یه موقع داشتیم میخوردیم، یه موقع اصلا میدیدی تو خونمون روغن هم پیدا نمیشه یا برنج پیدا یا یه نون پیدا نمیشد با چیزی بخوریم، ولی نمیذاشتیم کسی بخواد. دیگه نمیتونم تحمل کنم. شرمنده بچه هامون هیچی هم از دستم بردم. هیچ کمکی هم هیچ ندارم. هیچ کمکی ندارم. حتی یه روز 2 بار تصمیم گرفتم هر صبحم از دنیا بریم. حتی موادشی گرفتم، درست کردم. خودم هم یه خورده خوردم. اول خودم امتحان کردم. گفتم بذار خودم هم اینام بمیرم. راه دیگه نرم. اول من از دنیا برم. الان 2 تا بچه‌م زندانه. اونم پدر نداره، اینم پدر نداره.